اگرچه شکایت کردن این فقط خلقی یا گفتیم صفت زنها نیست، کم نیستن مردهایی که حیاتشان فقط شکایت از زن است و جز شکایت کردن و غیبت زن خود دیگر کاری ندارند. ولیکن به هر حال در زنها که زیاد دیده می شود، خواستم اول درباره زنها صحبت داشته باشه و ان الله عمر برایمان اگر باقی ماند باز درباره مردهایی که از دستشون کارهای دیگر می بیاد اما فقط با شکایت هم خود را بیمار میکنن هم زن خود را بیمار میکنن یک صحبت دیگری خواهیم کرد. اینجا عزیزان وقتی میگویم زنهای شکایت کننده یا زنهایی که خیلی زیاد شکایت میکنن، در ما دو قصه یا دو حدیث مشهور است که هر دو هم در صحیح بخاری جای دارند. یک روایت که حضرت ابراهیم وقتی به دیداربینی پسر خود اسماعیل می روند که در صحیح بخاری در احادیث الانبیا این حدیث جای شده است، در حدیث دراز وقتی برای دیداربینی پسر خود می روند، زن اسماعیل حضرت ابراهیم رو پیشواز میگیرد و نمیشناسد البته حضرت ابراهیم رو که پیشتر ندیده بود و وقتی حضرت ابراهیم میپرسند اسماعیل در کجا، میگوید به کار رفت و وقتی از زندگیش میپرسند میگوید ما بدترین زندگی رو داریم، ما بدترین زندگی رو داریم. در روایت آمده است که حتی آبی میخوردهمان هم مشکلی دارد، حیوانها درست شیر نمیدهند و نانمان هم به عذاب است. یعنی عموما ما خیلی زندگی پر از مشقت داره. گویان از شوهر خود شکایت میکند، اون هم به یک مرد که نشناخت و که هست و چی هست نمیداند. بعدن حضرت ابراهیم میگن وقتی شوهرت آمد به او از من سلام برسان و بگو تا آستانه خانهش را تغییر دهد، که سبب این که ابراهیم خلیل به پسرشان اسماعیل گویا امر میکنن یا پیام میفرستن که زند رو تغییر ده، همین شکایت عروس بود که به ابراهیم میگوید ما بدترین زندگی رو داریم. و اسماعیل وقتی این رو از زبان این زن میشنود که پیرمردی آمد به تو سلام گفت و به تو گفت که آستانه خانه رو دیگر کن، اسماعیل میگن آستانه خانه تو هستی و اون پدر من بود، من باید تو رو طلاق دهم و طلاق میدهم. بار دوم وقتی باز می آیند زن دیگر اسماعیل بود که وقتی حضرت ابراهیم میپرسند او میگوید شوهرم در کار است و چه زندگی دارد، ما بهترین زندگی داریم. میگوید نه از گوشت کمی داریم، نه از نان کمی داریم، نه از آب کمی داریم. در روایت حضرت ابراهیم دعا میکنند که پروردگارا به اهل این بیت و عموما به اهل این مکان از گوشت و از آب سیری و پوری ده که دیگر میدانید آب زمزمی که به سیری در مکه هست در یکان جا نیست، هم از جهت فایده و هم از جهت فراوانی. و میگن وقتی شوهرت آمد به او سلام برسان و به او بگو تا آستانه خانه خود را بدارد یا گفتیم قدرش را بداند، با همین معنا که وقتی می آیند وقتی میگن پیرمردی آمد و به تو سلام گفت و بگفت که آستانه درت را نگهدار، میگویند این پدری من بود که دیگر به من امر کرده است که تو را نگه دارم. یعنی اینجا با از خود همین حدیث برمی آید که حضرت ابراهیم خلیل پیامبر الله به خاطر اینکه زن پسرشان شکایت از شوهر رو از زندگی خیلی تنگ کرد، گفتن از این جدا شو. و زنی شکرگزاره که گفت همه زندگی همون خوب است، گفتن با او زندگی کن. این یک قصه.